خاطرات، بایگانی سلایق و خاطرات. اولین خاطری که از کودکیتون به خاطر میارید چیه؟ خاطره که خیلی دقیق و روشن تو خاطرم هست گم شدن. یعنی ما حیات بزرگی داشتیم و مادرم فرهنگی بودن، اون موقع خونه نبودن اینا و حالا بود پیش خدمت اینا کار میکردن. من یه کفشای یادم بزرگم بود، اصلا مال کی بود یادم نیست، پوشیدم و در باز کردم رفتم. اطراف خونه ما گندمزار بود، اگه راه خاکی میرفت به سمت مرکزشه. من اینقدر یادمه که این راه خاکی رو میرفتم و اصلا نگاه میکردم. من حتی مغازه ها رو بعضیاشون رو یادمه. عجیب اینجاست که هیچ کس نمیپرسید که این بچه با این کفشای گنده کیه، چیه، چه کار میکنه. حالا خبر شده بود مادرم پیدا کردن، پدرم اون موقع کارخونه کبریت بود، نه اون موقع درشکه بود، تاکسی هم کم بود، ولی دیگه با انواع درشکه و تاکسی و همه افتاده بودن دور شهر محدود. اون موقع گسترش شهرم زیاد که من یادمه جلوی همین گاراژ اتوبوس که واسطه بودن یه دفعه خاله من توی درشکه داد کشید گفت فؤاد. چه آب و هوایی رو دوست داری؟ عاشق ابر و بارونم و برف. من هر وقت که برف و بارون قطع میشه قصه‌ام میگیره. اگه بخواین یه روز به شکل داوطلبانه یه خدمت اجتماعی انجام بدین، انتخابتون چیه؟ قطعا امدادگر. حداقلش اینه که اگه سیلی، زلزله، چیزی خوبی، امدادگرا واقعا از جون مایه میذارن، سنگ تمام میذارن. اگه تا آخر عمرتون مجبور باشین فقط به صدای یک خواننده گوش بدید، انتخابتون کیه؟ شکنجه است، گوگوش. چه بویی شما رو صاف میبره وسط کودکیتون؟ چیزی که همه عمر باهش زندگی میکنم، عطر گلهای یاس و گوشه بنفشیه که برای مادرم می آوردن محصلا و توی دفتر توی آب میذاشتن و این دفتر غرق عطر گل یاس بود. من همیشه با اون بو زندگی میکنم، واقعا بی‌اغراق همیشه زندگی. کتابی که تا حالا بیشتر از همه به بقیه توصیه کردین که بخونن چیه؟ رمان 4 جلدی خانواده تیبو از روژ مارتن دوگار، ترجمه استاد ابوالحسن نجفی. اینو به جد همیشه من به دوستای به خصوص جوان پیشنهاد میکنم که بخون. اگر میتونستین 10 سال به عمر یه هنرمند اضافه کنید، چه کسی رو انتخاب میکرد؟ چه خوب. چجوری خودتون رو آروم میکنین؟ حالا بیشتر یا با موسیقی یا با مطالعه است و مجال باشه که حتما کوه نوردی، کوه پیمایی، پیاده روی بیشتر اینجا. نوجوانی بود. یه جمله از ماهی سیاه کوچولو که به نوعی واقعا انگار چراغ راه من شده. این جمله میگه مرگ خیلی آسان به سراغ ما میتونه بیاد، مهم اینه که زندگی یا مرگ من چه تأثیری در زندگی دیگران داشته باشه. من توی فیلم‌های تاریخی، فیلمی که خیلی شیفته شب، السید آنتونیمانه، و اگر بخوایم فیلم‌های جدی‌تر رو بهش بپردازیم، کارای بردمان رو خیلی دوست دارم، کارای کیشلوفسکی رو، تارکوفسکی رو. آره این نوع سینما برای من ایدئال. هنرمندی که نبوغش رو ستایش میکنیم کیه؟ بتهوون. از بین شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسپیر به کدوم دلبستگی بیشتری داریم؟ اینم سوال سختیه، چون هملت رو به همون اندازه‌ای که میشه شیفته شد، به همون اندازه میشه ازش کلافه شد و عصبانی شد از دستش. ولی چاره نیست هملت. توی دوران مدرسه تقلب می‌کردی؟ آره اصلا هیچ مسئله نیست. واقعا چیزای کشکی هم بود. بعدها که میگذره میبینه اگرم نمیکرد خیلی خبری نبود.
مهمترین ویژگی یه همسفر خوب چیه؟ همدلی، گذشت. اخیراً شعری خوندید که تکونتون داده باشه؟ نه، حالا چه از شاعران خودمون، چه توی شاعرای معاصر جهان، تا اون حدی که پراکنده میخونم، دنبال میکنم، نه واقعا. ولی هنوز من کار از لورکا وقتی میخونم یا از نرودا میخونم واقعا تکون میخورم. از اکتاویو پاز همینجور. شعر یا ترانه‌ای که پیش خودتون در تنهایی زمزمه میکنید چی؟ این چیز ثابتی نیست. من کششم به سمت شعر یا ترانه تغزلی عاشقانه است. ولی ناخودآگاه شعر کوچه ها باریکن، دکون ها بسته است، خونه ها تاریکن، تاها شکسته است، از صدا افتاده تار و کمانچه مرده میبرند کوچه به کوچه. چای یا قهوه؟ قهوه. داستان کوتاه یا رمان؟ داستان کوتاه. موسیقی سنتی یا پاپ؟ پاپ. سینما یا تئاتر؟ سینما. شب یا روز؟ شب. تابستان یا زمستان؟ زمستان. کویر یا کوه؟ کوه. کمدی یا تراژدی؟ تراژدی. ترش یا شیرین؟ عاشق هر دوشم، ولی چون شیرین دیگه نمیتونم بخورم دیگه، چون ناگزیر ترش. موتورسیکلت یا دوچرخه؟ دوچرخه. اسپورت یا رسمی؟ رسمی. بارانی یا آفتابی؟ قطعاً بارانی. سعدی یا حافظ؟ حافظ. راهرو یا پنجره؟ هواپیما. پنجره. شمال یا جنوب؟ شمال. موی کوتاه یا بلند؟ کوتاه. موی فر یا صاف؟ فر. چون پدرم همش خیلی فر خوبی بود. سیاه سفید یا رنگی؟ سیاسی. تلویزیون یا رادیو؟ رادیو. حتما. کتاب صوتی یا کاغذی؟ کاغذی. قطعاً کاغذی. آسمان پرستاره یا مهتابی؟ پرستاره. ماه یا خورشید؟ ماه. شعر اجتماعی یا عاشقانه؟ عاشقانه. مداد یا خودکار؟ مداد. کراوات یا پاپیون؟ کراوات. مدرن یا کلاسیک؟ کلاسیک. کی و کجا از همیشه خوشحال تر بودین؟ وقتی تو بیمارستان دخترم دنیا اومد، غزل و آوردنش پشت شیشه به من نشون داد. به نقد هنری اعتقاد دارید؟ حتما. منتقد اگر باسواد باشه، اگر دقیق باشه، اگر بی‌طرف باشه و مغرض نباشه، نقد راهگشاست. در مسیر ترجمه شعر لحظه‌ای رو به خاطر دارید که یک جمله، یک بیت شما رو خیلی به وجد آورده باشه؟ یکی از شعرهای عاشقانه نرودا که ترجمه کردم، یک سطرش هست میگه وطن تو جمهوری من بود که از بوسه های خود پیفکندم. حیرت انگیز این تعبیر نرودا در باب عشق و در باب سرزمین. از چه کار بدی لذت میبریم؟ نمیدونم واقعا. من اصلا فکر نمی کنم کار بدی آدم بتونه انجام بده که لذت ببره. میگه صادق باشه. چند تا از موسیقی‌های دلخواهتون رو بهمون بگید. بیشتر کششم به سمت موسیقی کلاسیکه. حالا بتهوون رو خیلی دوست دارم، ولی باخ هم به من آرامش میده و شبانه های شوپن. اگه امکان حرکت در زمان و مکان رو داشتید، دوست داشتید به شکل نامرئی شاهد خلق چه اثر هنری باشید؟ خیلی دلم میخواد که میشد بتهوون رو در لحظه آفرینش سمفونی 5، سمفونی 9 از نزدیک میدیدم. چه نصیحتی به خود جوانتون میکنید؟ پیشنهاد میکردم که راهی که دارم میرم خیلی جدیتر و خیلی کوشاتر توی این راه حرکت کنیم. دوست دارید چطور ازتون یاد بشه؟ امیدوارم بعد یاد نشه. چون ماها وقتی رفتیم تمامه. اصلا به قول خیام یا آمد مگسی
پدید و ناپیدا شد. اگه تناسخی در کار باشه، دوست دارید در چه قالبی به این دنیا برگردید؟ به شکل جفت. ربطی به علاقتون به صادق هدایت داره؟ بله به صادق هدایت. خب جهد و من از دوران کودکی دیده بودم، یعنی صداشون میشنیدم توی بیشه ها و اینا، ولی از وقتی میگم تقریبا اصلا از نوجوانی هدایت رو شروع کردم به خوندن، خیلی تأثیر داشت. هنرمندی که ستایشش میکنید کیه؟ اگه از ایران بخوایم مثال بزنیم قطعا شاملو. توی نوشته های دیگران چی از همه بیشتر براتون جالب تره و توجهتون رو جلب میکنه؟ آن چیزی که برای من اصل و اهمیت داره انسانه، انسانگرایی و عدالت خواهی. اگر اون مفهوم توی یک اثری باشه، اون وقت اونو با همه وجود به سمتش کشش دارن، دوست دارن. و توی نوشته های خودتون هم سعی کردم محور اصلی اشعار من به عنوان آرمان رسیدن به آزادیه و بر محمل عشق. به شیئی وابسته هستید که از کودکی داشته باشیدش؟ بله، یک شمشیریه که از پدر بزرگ من به پدرم و بعد به من به ارث رسیده که از وقتی چشم باز کردم توی خونه ما بوده، الانم اینجا توی قفسه کتابخونه است و این شمشیر که یادگار پدری هست برای من یک مرور لحظه به لحظه از خاطرات کودکی و نوجوانی و جوانی و تا امروزه. هنوز خوندن یه شعر عاشقانه براتون شگفتی آوره؟ همیشه انتخاب اول آخر من شعر عاشقانه است. نویسنده مورد علاقتون در جوانی چه کسی بود؟ من اون موقع به آل احمد رو هنوزم بعضی داستاناشو دوست داشتم و دوست دارم، ولی از وقتی که هدایت رو شناختم که خیلی هم زود هدایت رو شروع کردم، دیگه هدایت نویسنده همه فصول من. از هیجان و آدرنالین خوشتون میاد؟ الان دیگه زورم نمیرسه، ولی یه وقتی خیلی. بله. شهربازی دوست داشتید؟ آره دوست داشتم. و انتخابتون معمولاً چه بازی بود؟ چیزایی که به سقوط نزدیک میشد. من یه شعری دارم، الانم پشت اون کارت پرواز هست. توی یه تلاطمی تقریبا میخوام بگم 60-70% احتمال سقوط میرفت بین تهران و کیش، ولی من توی حالتی داشتم اون شعر رو می نوشتم. یکی از این مهماندارا خانم جوان فوق‌العاده زیبایی بود، فوق‌العاده زیبا. و معمولا صندلی مهماندارا بعضیش رو به مسافر است. من همین رو که نگاه می‌کردم دیدم رنگش مثل گچ سفیده ولی تکون نمیخوره، اما خونسردیش حفظ کرد. من یه لحظه با خودم فکر کردم خب این همه که از مرگ میترسیم، اصلا شاید مرگ همینجوری باشه، همین شکلی باشه. دلتون میخواد چه مهارت فوق بشری و تخیلی می‌داشتید؟ نه، به این فکر نکردم واقعا دنبال یه مهارت فوق بشری که سوپرمن که نیستیم که بتونیم همون کارهایی که بلدیم در حد متعادل انجام بدیم که خیلی خوب همون کلامون رو پرت میکنیم بالا. راحت گریه میکنی؟ خیلی وقتا بعضی لحظه ها بله یک بارگی و بی اختیار. اصلا یه چیزی توی ذهنم هست بذارید بگم، توی فیلم گوزن‌ها یک سکانس هست میگه وقتی که گریم میگیره باورم میشه هنوز یه خورده جون دارم. وقتی گریم میگیره هنوز امیدوار میشم که جون دارم. به سلامتی اون وقتا. برای من پرومته به خاطر اون هدیه‌ای که به انسان میاره، برای انسان میاره، برای بشر میاره و
تاوان هولناکی میده، آتش رو میاره به ارمغان برای بشر، پرومته قطعا. اگه بخواید سرنوشت یکی از شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسپیر رو تغییر بدین کدوم رو انتخاب می‌کنید؟ خیلی جسارت میخواد. یکی از شوربخت‌ترین و شریفترین و رنج دیده ترین انسان‌هایی که شکسپیر خلق کرده تیمون آتنیه. میخوام بگم مگه میشه سرنوشت تیمون رو که انقدر شوربخت عوض کرد؟ اصلا او هدف داره. یعنی یک بیانیه است علیه نامردمی که اجتماع چه بلایی به سر یک آدم فداکار سخاوتمند میاره که تبدیلش میکنه به ضد بشر، تبدیل میشه به ضد انسان، بعد برمیگرده به نوع بشر نفرین میکنه. نه، نباید رفت به سمت تغییر هیچ شخصیتی، خراب میشه دیگه. دوست دارین سرنوشت کدوم انسان واقعی تغییر می‌کرد؟ اگر همه ملت ایران رو در یک فرد چکیده کنم، متمرکز کنم به نام ایران یا ایرانی، دلم می‌خواست سرنوشتش خیلی دگرگون میشد به سمت روشنایی. همین امروز عصر دوست دارید با چه کسی میتونستید توی کافه قهوه بخورید؟ ای دست روی زخم من گذاشتید، زخم دلم گذاشتید. خیلی عصرها هست که من منتظر ایرج کریمی، رفیق منتقد، فیلمساز، شاعر، مترجم و نویسندم هستم که زنگ بزنه بگه فاد یا بریم یه کافه یه چای قهوه. خیلی وقتا منتظرش. ادامه زندگیتون رو در 5 کلمه بگید. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. زمستان فرا رسیده است. بر ایوان عمارت فاخر کهنه پدیدار می شوی. ژاکت خاکستری به تن داری و شالی از گلبوته های سرخ بهاری افکنده‌ای به دوش و 2 بافه گیسوی تابناکت آویخته تا زیر غنچه های گرم پستان ها. نگاه می کنی به نور نمور آفتاب نیم رنگ دیماهی و آرام آرام از پله های سنگی فرسوده فرود می آیی. سکوت باغ قدیمی و انبوه درختان جشن بی برگ را تنها قار کلاغان سیاه باغ پر کرده است. نرم میان درختان و خشخش برگ های خشک به زیر گام ها می گردی. بر ایوان عمارت فاخر کهنه چخوف پدیدار می شود. پالتوی یشمی ماهود به تن دارد و شال پشمین خاکستری هم رنگ ژاکت تو فرا گرد گردنش. برق میزند شیشه های عینک دور فلزیش در نور نیم رنگ زمستانی و دود خاکستری فام پیپ براقش آرام فرا می شود به فراسوی ابرها. نگاهت می کند، برمیگردی و لبخند میزنی. لبخند میزند و دستی به مهر تکان میدهد. دستی به مهر تکان میدهی و باز میان باغ میگردی. او میرود درون عمارت، مینشیند پشت میز کنار بخاری چوبی. بر انبوه کاغذهای کاهی پیش روش نوشتن نمایشنامه عاشقانه ای را به نام تو آغاز می کند. از گردش باغ باز میگردی و پله های سنگی فرسوده را آرام آرام فرا می شوی و می روی درون عمارت. در اتاق گرم صندلی چوبین و چرم کوب نویسنده کنار بخاری خالی است و نوشته‌ای به خط پاکیزه روی برگه های کاغذ کاهی به نام گیسوان بافته بر میز.
می نشینی و رقص ملایمی دارد پژواک شعله‌های نارنجی بر زیبایی مضاعف سیما و گیسوان تابناک بافتد تا زیر غنچه‌های گرم پستانها. به آخر می رسد خواندن. اشک سرازیر می شود بر گونه‌های زیبایت و لبخند بر لبان دلانگیزت شادمانه می نشیند. چخوف به عشق تو در این نمایش آخر تمام باغ‌های جهان را از انهدام مطلق و زخم بی امان تبر نجات بخشیده است و پایان کار آخر خود را به مهر تو بسته است. برمیخیزی و آرام به ایوان وسیع عمارت می روی. باغ غرق شکوفه‌های آلبالو به زیر پهنه آبی آسمان فغان کرده است. بهار آمده است.